بود عرض میکنم خدمت همه بچه ها و دوستان و هر کس که این ویدیو رو میبینه، با اینکه الان خیلی ویدیوهای من بازدیدی نمیگیره در یوتیوب، ولی من میخوام که تا جایی که میتونم این نمونه ویدیوها رو ادامه بدم. چقدر همه جا زرده با این چیزی که گذاشتم روی عینکم و به شدت جالبه. اولین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم توی این ویدیوی اولی که در خدمتون هستم اینه که واقعا علیزیا، آقای شایع، آقای گادپوری، امیر خلوت و همه اون حیوانات دیگه‌ای که در واقع داخل اون برنامه حیوان‌تر وجود دارن به شدت انسان‌های خایمال، کثیف، آدم فروش و بیشرفی هستن، چرا که تمام کسانی که برای رپ فارسی زحمت کشیدن در این سالها، هر هدفی که داشتن حتی ذره‌ای نزدیک به اهداف این عزیزان خایمال نبوده و نیست. و جناب آقای علی زیا که تکلیفش مشخصه و میتونید برید توی پیج حافظه تاریخی ببینید که به چه صورتی هست. من الان یادم افتاد که میکروفون وصل نکردم. اگر اجازه بدید برم میکروفون رو وصل بکنم و بیام بقیه‌اش رو بهتون بگم. آقای محمد رضا شایع ویدیو عذرخواهی گذاشتن، دارن میگن ببخشید و من نمیدونستم و اینها، در صورتی که ایشون در بسیاری از ویدیوهای قبلی آقای علی زیا وجود داشت و مردم از اون موقع دارن اعتراض میکنن. حالا اعتراض که ندارن، میگن داداش تو خایمالی با علی زیا داری میتابی، فازت چیه ناموسن. و ایشون الان دیگه اومده عذرخواهی میکنه و خیلی واقعا مملکت جالبیه و از اون مهمتر اینه که مردم ما خیلی زودتر از این حرفا فراموش میکنن همه این داستانها رو. مردونه عرض میکنم خدمتون، تا یک ماه دیگه ببینید که ویوهای این برنامه گنگ آقای علی زیا چقدر هست. و همین این قسمت امروز رو با گوگل ترند شروع میکنم. ترند های امروزی که در داخل کشور ایران وجود داره رو خدمتون عرض میکنم. اولین ترند حسن یزدانی هست. حسن یزدانی مطمئن شبیه به دوران اوج. دومیش نرگس محمدی هست که ایشون خودش تکلیفش مشخصه و وصله و داخل زندان تولد و داستانا دیگه همه میدونن. ترند سوم ترند کشتی هست که من اول خوندمش کشتی، ولی خب سریال شغال قسمت 20. من واقعا هیچ اطلاعی از این داستان ندارم. و آخرین مورد ترند سینا حجازی هست که گفته آقای حجازی از دخترها شماره میگرفتم. نمیدونم یعنی چی این چیزی که اینجا نوشته. خیلی سریع بریم سراغ اخبار امروز 12 دسامبر 2025. رکورد جهانی گلدن رتریورها در آرژانتین. وای نده، 100 سگ شاد برای جشن. امروز در آرژانتین بیش از 100 گلدن رتریور سعی کردن رکورد جهانی بیشترین سگ با لباس‌های هماهنگ رو بزنن. آخی خیلی گوگولیان، وای ننه. موضوع دوم، هنرمند اوتیستیک بریتانیایی اولین برنده ترنر پرایز، مجسمه های پارچه‌ای جادویی. هنرمند بریتانیایی اوتیستیک یعنی دارای اوتیسم امروز جوایز رو برد با در واقع درست کردن مجسمه هایی از جنس پارچه. جوایز این قسمت رو برد و به هر حال از خبرهای جالب بوده. نشر آب در موزه لوور پاریس. صدها کتاب خیس شدن. موزه در شوک. لوور بزرگترین موزه دنیا امروز با این نشت آب احمقانه روبرو شد که صدها کتاب نادر رو خیس کرد. حالا همشون دارن خوش میشن، مثل پروژه هنری بد. این فقط هفته ها بعد از سرقت جواهرات دراماتیک لوور. انگار موزه داره یه سریال جاسوسی میسازه. خیلی بامزه بود. گراک. تلپورت کوانتومی نور از طریق اینترنت، مثل استار ترک واقعی. چه جالب.
دانشمندان آمریکایی امروز برای اولین بار حالت کوانتومی نور را از طریق اینترنت تلپورت کردند. 30 کیلومتر فیبر نوری بدون اختلال با ترافیک معمولی. این کار فوتون‌ها رو کپی میکنه بدون جابجایی فیزیکی، مثل جادوی هری پاتر اما علمی، بدون سانسور. محققا گفتن که حالا اینترنت امتر و سریعتر میشه، هکرها دیگه شانسی ندارن. برای تک این یه قدم خیلی بزرگی به سمت اینترنت کوانتومیه. سینا موحد قهرمان شد در شطرنج هفتگی. بله، سینا موحد شطرنج باز ایرانی امروز با 10 پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد. در 5 دسامبر زودتر از موعد عنوان رو گرفت. حریفاش میگن مثل ربات بازی میکنه اما با لبخند ایرانی. تیم ملی ایران داره میدرخشه برای ورزش و دمشون گرم. شادات تو سینا موحد، شادات تو سینا موحد. کیم جونگ اون سربازانش رو برای جنگ روسیه ستایش کرد. قهرمانان فراموش نشدنی. ردیت علیه قانون استرالیا شکایت کرد. بچه‌های زیر 16 سال از سوشال مدیا ممنوع. تو 2 روز گذشته این خبر رو هی براتون خوندم که استرالیا استفاده از سوشال مدیا رو برای بچه‌های زیر 16 سال ممنوع کرده و الان ردیت داره از این قانونی که استرالیا گذاشته ازشون شکایت میکنه به دادگاه جهانی و خیلی جالبه. داره میگه که این سانسور جوان‌ها. ردیت حرفش اینه که سانسور جوان‌ها اتفاق میفته با این کاری که دارن انجام میدن. نوجوان‌ها هم میگن ما وی پی ان داریم، بیفایده است و وی پی ان که دیگه میدونیم دیگه، ما تو ایران میدونیم که وی پی ان واقعا کار دولت‌ها رو برای هر نوع سانسوری سخت میکنه. ترامپ به زلنسکی فشار میاره برای صلح با روسیه. توافق سریع. ترامپ امروز به زلنسکی زنگ زد و گفت صلح با روسیه رو قبول کن، من بهترین میانجینم. تایلند پارلمانش رو منحل کرد. دوستان از سفرهای غیر ضروری به تایلند به شدت خودداری بکنید، چون که همونطور که میدونید تایلند با کامبوج دعواشون شده و دارن با هم دیگه دعوا میکنن. نمیدونم چرا. البته خب مثل که یه سری مشکلات قدیمی داشته تایلند و کامبوج با هم دیگه و از قدیم با هم دیگه توی بیف بودن یکم. کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان 2025 مدال‌های طلایی. البته کشتی فرنگی ایران تا وقتی که علیرضا دبیر عزیز دل داخلش هست واقعا به هیچ جای بنده نیست و بله. ربات‌های خانگی 2025 وارد میشن، از آشپزی تا رقص. در لیست برترین اختراعات 2025 ربات‌های AI خانگی رتبه اول رو گرفتن. آشپزی، تعمیرکاری، حتی رقص با صاحب. یکیشون دستور پیتزا میده و جوک میگه مثل دوست مجازی و شرکت‌ها میگن زندگی رو فان میکنه، اما حریم خصوصی چالش داره. برای تکنولوژی این آینده خونه هاست. نمیدونم چرا آخر همه پرامپتایی که میده نظرش رو راجع به ایران میگه. نمیشه ایران میتونه ربات‌های محلی بسازه. لیدی گاگا افشا کرد که از لیتیوم برای فیلمبرداری استفاده کرده. لیتیوم یه داروی برای اختلال 2 قطبی استفاده میشه. نمیشه خیلی سختی کشیدم اما زنده موندم. حالا طرفدارا میم‌های گاگای سوپر قهرمان میسازن. دهنت سرویس AI. سازمان ملل یک منشور جهانی برای اخلاق در هوش مصنوعی تصویب کرد. این منشور برای جلوگیری از سوء استفاده AI در جنگ و اطلاعات غلط طراحی شده. کانادا گرمای بی سابقه زود هنگام رو ثبت کرد. دانشمندان میگن این گرمای غیرعادی میتونه باعث اختلال در اکوسیستم های حساس بشه. نمیدونم الان دما اینجا منفی 15 درجه سانتیگراده و کله ظهره، ساعت دقیقاً 12 ظهره و نمیدونم آیا این یک گرمای بی سابقه است، یعنی الان اینجا باید منفی 900 درجه باشه. نمیفهمم. هند داره میره ماه. خلاص بله، یخهای بالا داره آب میشه و اینا داره میفته و
این صورت که میبینید گرمای بی سابقه در کاناداست دیگه. ایران و تحولات هسته‌ای در پوشش رسانه‌ای جهان. مجله خبری یورو نیوز. تغییر در بازار. زنده باد. به شدت خوشحال شدم از سخنانی که امروز با هم دیگه گفتیم دوستان عزیز و امیدوارم که علی ضیا هرچه زودتر به رفتار و کردار خودش پی ببره و سریعتر تموم کنه این بازی کثیف رو. البته اگه قرار بود این اتفاق بیفته که مشکلات کشور عزیزمون ایران خیلی زودتر از اینها حل شده بود و شاشیدم تو انقلاب 57.